बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो अल्लाह पाकी नामियात उम्मीद के हर जगह से मारचा मयारजल लगेंदगे वाशो डाडो सलामत बाते सक्यू सूरी मगेंदाते शुमे वाशी शुमे सलामती मैं वाहागे मैं मर्ची के मेहमान वाजा अमीद मलिकजादे कि मां लोटा होतारा शुमे खिदमत पज्जार बकंते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। باز من و تو این جاده کاش شاعران شهر می دانستن که من شاعر گیسوان زنی شبیه بلقیسم که سالهاست نبودنم را بر ساحل تیس درد می کشد. من نه حافظم نه شهریار، حمیدم ملکزاد کوهکن، شاعری از ته کویر که تمام کودکی هایم را پا برهنه به دنبال راز چشمانت دویدم. जमीद वात एक शायर है कि शोंद्रो पज्जे का राम या कारा परीने के मालूटा की गीस्ते गोई वाजा गा पुत्रान बेकना मैं नतवारम से शुमा रखे गुमा हमरादारी क्या नहीं था। आज अमीद चे सारे शुमा शायर वानक शुरू होती या शायर लेके من ارسال 1377 در یک پنجشنبه در پاییز. حتی پنجشنبه هم شما یاد چی که شما شده سمت شعر دیگه گاهی له دیر اتفاقات سبب بود تو به سمت شعر بره و الشعر هم بی عشق نبود. و چین شما شاعر لیکتا مایش کتا شما یاد دو کتاب هستیم ویت کتاب نام بگیرتم؟ من تقریبا 5 کتاب هستیم و 3 کتاب هم انشالله در حال آماده سازی برای چاپم. سال 82 اولین کتاب دریابی دستم بگیر یک کار مشترک بین من و سید ملک نژاد شاعران فنوج. سال 93 پاییز یعنی من سال 96 هم 3 کتاب دیگه من چاپ کو به نام وقتی جاده ها سپید می شود، یک غزل به نام تو، کاش زندانبان من بانو تو بودی. عجمی شما به جز فارسی شاعره بلوچی شاعر هم لیکته؟ من گهگاهی بلوچی شاعر رو گفتم مخصوصا برای ما مرحوم دوستون سعید دیواری و گهگاهی خب زبان مادری من زبان بلوچی گهگاهی شعر بلوچی کشم. मैं लौटें कि हमारे शायर के शमा पा मारूम सईद देवारी लेखता माया मैं अर्जल बिनंदन वासा बोانتی سکسل دلون گبتا سعید مرتا براتانی توار دریا دلان آواز کن پادا برین تا چابهار پادا برین دریا بزرگ بلی سراوانا دگا باران بربند و برین چکا مجا هجبر پدا نندی منو تو دیم پدیم بندین قرار جان و دل وشکندگ شعرا روینگ و عابد و ملا چمل ای شهر هیچ نیستن و پا دیستت من زنجیر کو دیستش که هیچ پای من نبو آخر ترشم تیر کو چک شیر پشتون و ابتت وحدی که من زنجیرتون جستو من هیچ کس نهد وحدی که زندان گیرتون تو زنده لاله سعید پرشتت ای نام و توار هر دیم ترا کوکار کن گوری چو سرگات و لوار. نتوار آجی شما را مار بوشتن چه سال شما کارآفرینی شروع کتا و چه کارایی انجام داده و چه برنامه شما را دیم ترسته؟ با توجه بیشی که رشته من زمین شناسی بوده من سال 82 وارد سازمان نظام مهندسی معدن استان سیستان بلوچستان بودم و نزدیک 100 معدن فکر کنم مسئول فنی بودم. یک معدن مواد اکتشاف کرده در منطقه تالک کیری. به موازات کار معدن من در سال 83 وارد کار گلخانه بودم در شمس آباد سراوان. در سال 84 مجتمع گلخانه‌ای گلمکران من وش کرده با یکی 2 نفر رفیقانو که با هم شریک بودن و گلخانه همه سال جزء رتبه اول استانی یاورده. سال 89 من وارد دشت مکسوته بودم، یک دشت بیاباله فکر اولین نفر که وارد کار برای گلخانه سازی بوده من بودم و اودم با وجودش که یک سمت ورودی بعدها سیستان بوده خروجی دشت مکسوته بوده. خب جای خطرناکی بوده ولی با تمام وجود معود ریسک و سال 90 معود به بهره برداری رسین زمود تقریبا چیزی در حدود یعنی کل حوزه سراوان 93 ما 650 تن خیار خاردار به روسیه صادر کو. ارزم بزرگت حتی در سال 93 بودم در کشور نظر ریسکی که ما کرده اول بود الان چیزی در حدود 800 نفر در دشت به صورت مستقیم مشغول به کاره و فکر کنم چیزی در حدود 30 هکتار تا 40 هکتار گلخانه بوده الان مشغول بکنم. من به شما را به چی بگم که الان قطب کشاورزی در بخش گلخانی استان دشت مکسوته سراوانه.
بله چه برنامه شما رو دیم طرف ما ارزم به صورت در این شهرستانی که الان شما هستین شهرستان دشتیاری ما دو دانه پروژه مهم شروع کرده که حالا شما رو بوشن اولین پروژه‌ان استان هم هستن و فکر کنم جزء اولیکین گروه ها هستن که ما هم تنها نوته پروژه من و آقای دکتر ماجد بادپا و آقای خسرو بادپا با هم شریکیم خودش ساکنان همین شهرستان نگارن یکی کارخانه روبه خب ما شما وقت دانی تنها چیزی کم بودن در استان یکی خب کارخانه رو با منابع بزرگی کشاورزی مثل دشتیاری مثل دلگان مثل ایرانشهر مثل زرابات خب این هم محصولی تولیده و اکثرا طریقتش خود دست کشاورزان مانه موقع یک کارخانه رو ببو خب هم کشاورز امیدوارتر بو همشی که اشتغال ایجاد بود یعنی در کارخانه رو من به شما قول دادم 30 نفر بعد ما استخدام نیرویم بود. بحث دوم ما بحث ماهی در قفس هم بعضا ماهی در قفس یعنی گروه ما اوله یعنی اولی که گروهی که در ساحل رودیک انشالله باز در پیت 500 تن در حال انجام کارهای داریم و نزدیک به 100 نفر هم اشتغال زایی کنیم بوده. بله منتوارم چه شما را جمیده چه شاعری شروع کتا اتکا پا اشتغال زایی و انشالله که موفق بیو من مردم انچه هم هستن بیکار جوان انشالله وقتی تر اجرابی کانه سرکار بین عجمید شما گاب پاور گو من استان شاعران چیه؟ هنر همیشه آدم زنده داره و چیزی که منی سر پا داشته یا بس شعره یعنی خب تمام دانه تمام استان دانه خب در کارآفرینی که من انجام داده فرازها و شکست های هم بوده ولی تنها چیزی که منی واقعا زنده داشته شعرن هنرن و من هم همه قول دادم به شما اگر ما موفق بیم ما هنرمندان هم حمایت کنیم در استان هم که الان انگار تا جایی که زور ما برسه ما حمایت هم کرده هنرمندان استان و شب شعرهای مختلف هم شما در جریان بوده مدرسه استان گفته و انشالله پروژه ما بهره برداری به یکیش این که ما یه بخش زی پروژه درآمدش برای اشتغال زایی بچار اشتغال زایی استان ما شما بهتری که استان کشوره خب ما بشیم به جایشی که مثلا ما بیاین برای یک روستایی مثلا بسته غذایی ببرین ای کار واشینه ولی ما تنها روستا اشتغال زایی کنی هنچون که پیسر هم ثابت این کرده که کار این کرده و انشالله من با شرکام تصمیم گرفته یک بخش درآمد پروژه برای حمایت زندانیان برای حمایت جوانان برای حمایت هنرمندان من شیر به شما قول دادم. بله منتوارم چه جمیده که هم شاعری هم کارآفرینی هم هنرمندی جمید یک شاعری که شما وطار واشبی من لوٹن که مای بیننده نوستا مای ارجل لگا بوانتی چون بلکت ای کلم بانکت ای چکاسیا وحدی کنه گوار تو پمون پوچان رنگ ناسیا هوران بگوارد آسما ما تو منندن دیم پدیم چون بلکن شاعران ای لحظه احساسیه آجی ماشاءالله دل نکشیشی من تو بننده دیم پدیم منتوار انچه شما را که ات که ما را وعد داد و انشالله که شما را پروژه چیزی هست موفق بیتن و یک وشی برمیشین که ما شهرستان دشتیاری واسه یک وشی امتیاز و یا اشتغال زایی ما جوانان واسه ایجاد بیته انشالله که بروان سرکار و انچو هم زانه که ما بازین جوانی ما شهرستان دشتیاری تو بیکارن و کار پدر آوگان دنبال کارن بله متاسفانه حتی مدرکی هم هستن بله پجای سر نویدتگا و نرستگا یک وش خبری ما جوانان واسطه شما را پا الله سپار انشالله هر جایی هسته مواظب و تی خوبیانی و تی بچکنده ببیتن الله ما یارو باوٹتن